شاید خیلی فکر کنین که این اولین ویدیو این کاناله، ولی در حقیقت نیست. تقریبا 4-5 سال من دارم سعی میکنم که یوتیوبر بشم. حالا برای دیگه یوتیوبر بشم، ولی هی میام ویدیو میگیرم، هی میخوام بذارم، بعد چون انقدر کمالگرا هم به این نتیجه میرسم که نذارم و کلا ادامه نمیدم. برای همین 4-5 سال گذشته و هی میام شروع کنم، هی نظرم عوض میشه که نه نکن فلان. نه حالا تو این مدت که دیگه دانشگاهم تموم شد و اومدم سر کار، به این نتیجه رسیدم کمالگرایی رو بذارم کنار واقعا. چون حالا من اینجا کارم تولید محتوا و اینجور چیزا هستش. اون اوایل که خیلی مثلا کمالگرا بودم، یعنی صحنه رو می‌خواستم فیلم بگیرم 20 بار هی بگیر پاک کن، یعنی کلا دهنم سرویس میشه. برای همین دیگه کمالگرایی دارم خیلی سعی میکنم که بذارم کنار و این هم نتیجه نهاییشه که گذاشتم کنار. یعنی الان دارم ویدیویی میگیرم که قطعا من 4 سال پیش منو میکشی همچین جایی ویدیو نمیگرفتم. سر کارم من اینجوری و اینطوری. اسمم کیارش هم من، و تو این کانال من قصدم اینه که محتوای این گیمینگ نیست ولی رفت به گیم داره، یعنی فکت های گیم ها رو میخوام بذارم که مطمئنم خیلیاتون نمیدونید، من خودم هم نمیدونستم. و اینطوری امیدوارم که ایده خوبی باشه، بگیره. حالا من کارم ادامه میدم، به هر حال ویو نگرفت دیگه ادامه رو میدم. میخوام کمالگرایی رو بذارم کنار به کمک شما، حالا حمایت بکنین که چه بهتر دیگه. چون تو این مدت که حالا من تو یوتیوب میچرخیدم دیدم که سری کانال ها هستن تازه شروع شدن، یعنی تازه تأسیسن و مثلا طرف یه دونه ویدیو گذاشته 100K ویو گرفته، مثلا عجیب غریب. بعد خب خیلی طرف شانسش خوب بوده قطعاً، حتی محتواش هم خیلی خوب بوده، موشن گرافی از این انیمیشن طور اینا بود. حالا دیگه ببینیم چطور پیش میره دیگه. دوست داشتین سابسکرایب کنین. نمیدونم کجای تصویر میفته این دکمهش، احتمالاً بیفته اینجا، شاید هم میبره. بعد حالا اگه دوست نداشتین سابسکرایب کنین یه لایکشو بزنین، حداقل یه کامنتی چیزی اینطوری. پس فعلا خداحافظ.